نسل جدید ماشین‌های MRI از آهنرباهای قوی و امواج رادیویی برای ایجاد تصاویر دقیق از داخل بدن استفاده می‌کنند. آنها با همسو کردن اتم‌های هیدروژن بدن با یک میدان مغناطیسی قوی کار می‌کنند. هنگامی که این اتم‌ها با یک موج رادیویی حرکت داده می‌شوند، سیگنالی ساطع می‌کنند که می‌توانند توسط دستگاه تشخیص داده شوند. شدت سیگنال به نوع بافت بستگی دارد، بنابراین ماشین‌های MRI می‌توانند تصاویر با کنتراست بالا از اندام‌ها و بافت‌های مختلف ایجاد کنند. نسل جدید این ماشین‌ها ایمن هستند و از اشعه مضر استفاده نمی‌کنند، بنابراین یک ابزار ارزشمند برای تشخیص و درمان پزشکی خواهند بود. آخرین اخبار تکنولوژی پزشکی را در گنجینه دنبال کنید.